آخوندا با این تجربه های اقتصاد مقاومتیشون هر بار یه سوری به خودشون میزنن. یعنی در اجرای اوامر ولی فقیه ورشکسته سنگ تموم میذارن. یه روز از تو کمپوت گیلاس گلابی در میاد، یه بار رو حلوا شکری باقالی میریزن، یه بار مثل همین خبر تو خبر این هفته کولر با در داشبورد روشن میشه. خلاصه هر بار یک داستانی هست. اما حالا جدیدترینش رو میخوایم با هم ببینیم که این یکی در زمینه لوله کشی و آبرسانیه. اگه خاطرتون باشه آخوند روحانی گفته بود که تأمین آب خوردن مردم هم در گرو برجامه. حالا شما خودتون نتیجه رو ملاحظه بکنید که بعد از برجام، در دوران پسا برجام، مسئله آب مردم چطور حل شده؟ آب منطقه مونه که هر شب قطع میشه و جالب این که نیاز به آب هم داره. مشاهده بفرمایید.